با بازی مسابقه بالون هیجان‌های آسمانی رو در بکسبت تجربه کن. این یه اصلاح زنده رنگارنگی که یه بازی جایزه‌ای به اسم مسابقه بالون داره و تو رو تا بالای ابرها میبره. برای اینکه بتونی وارد بازی بشی، باید 3 تا نماد که میتونه نماد اسکتر یا نماد واید باشه رو بگیری. اگه خوش شانس باشی، نمادهای اسکتر میتونن با ضرایب تو رو سورپرایز کنن. نماد واید شانس رسیدن به شرط‌بندی و خطوط برنده رو افزایش میده. این نماد جای هر نماد اسکتر دیگه‌ای رو میگیره به جز نماد اسکتر. همچنین میتونی یکی از حالتهای چرخش ویژه رو فعال کنی. این حالتهای چرخش تضمین میکنن که در هر چرخش یا نماد اسکتر یا نماد واید داشته باشی تا بتونی سریعتر به بازی جایزه‌ای برسی. بعد از اینکه وارد بازی جایزه‌ای شدی، همه این ضرایب به دست اومده با هم ترکیب میشن و به بازی زنده منتقل میشن. تو فاز تاپ آپ میتونی ضریب‌های هر رنگ بالون رو تقویت کنی. دکمه تاپ آپ رو بزن تا 3 و یا 6 بالون آزاد بشه. هر کدوم یه مقدار تقویتی ممکن رو در خودش داره. بالون هایی که به بالا میرسن مقدار تقویتیشون به هدف نهایی اضافه میشه. بعد از فاز تاپ آپ، یه هواپیما ضرایب تصادفی رو برای هر رنگ آزاد میکنه. این ضرایب با ضریب‌های اسکتر ضرب میشن، بعد به ضریب تاپ آپ اضافه میشن تا ضریب نهایی برای بازی جایزه زنده مشخص بشه. حالا بشین و از منظره بازی جایزه زنده مسابقه بالون با ضرایب مختلفی که منتظر بالون هستن تا به خط پایان برسن لذت ببر. مسابقه با کشیدن توپ‌های رنگی شروع میشه و بالون همرنگ قدم به بالا حرکت میکنه. این فرآیند ادامه پیدا میکنه تا وقتی که یه بالون بعد از 5 تکرار به بالا برسه. رنگ بالون برنده ضریب رو برای همه بازیکنان تعیین میکنه. وقتی مسابقه تموم شد، همه ضرایب از فازهای مختلف بازی با هم ترکیب میشن تا پرداخت نهایی شما محاسبه بشه. حالا سوار شو و از مسابقه بالون امروز در سایت بکسبت لذت ببر. بکسبت